تو این ویدیو میخوام یه ایردراپ خیلی معتبر رو بهتون معرفی کنم از صرافی cx.io که توی تلگرام بیشتر از 1,400,000 نفر عضو داره. کانالش تیک آبی داره، یه صرافی قدیمیه که این هم پیج توییترشونه. بیشتر از 780,000 فالوور توی توییتر داره و از سال 2013 فعالیتش رو شروع کرده. آدرس وبسایتش cx.io، یه صرافی قدیمی که رتبهش توی کوین مارکت کپ هم 88 با امتیاز 4.8. گفتم یه صرافی قدیمیه که از سال 2013 امکان معاملات کریپتوکارنسی رو برای کاربرا فراهم کرده. الان اومده یه ربات ایردراپ زده، یه مینی اپ تلگرامی که شما میتونین که داخلش CX پوینت به دست بیارین. لینک این ربات توی بخش دیسکریپشن و کامنت ها هست که میتونین ازش استفاده کنین. فقط یه نکته‌ای در مورد این صرافی وجود داره که در ادامه بهتون میگم، به خاطر این باید خیلی مراقب باشین و حواستون به این قضیه باشه. حالا در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازیم. حالا رباتش به این صورته که شما کلیک میکنید روی این سکه، این CX پوینت ها این بخش اضافه میشن. باید کلیم رو بزنین تا به موجودی اصلیتون اضافه بشه، وگرنه اگه برین بیرون از ربات برگردین به حسابتون اضافه نمیکنه. بخش تسک داره که با انجام دادن ماموریت هایی که ازتون خواسته، مثل دعوت از دوستان، فالو کردن توییتر، اینستاگرام، تلگرام، لینکدین، فیسبوک، میاد بهتون جایزه میده. مثلا من این تسک که اینستاگرامش رو انجام دادم بهم جایزه داده 1000 تا CX پوینت داده که اینجا من دریافتش میکنم. حالا میتونم که تسک های دیگرم انجام بدم، گزینه چک رو بزنم و بعد کلیمش کنم. به این صورت شما میتونین که همه اون جوایزی که بهتون گفته رو دریافت بکنین. ببینید من 2 تاشو انجام دادم، بقیه‌اش هم میتونم خیلی راحت انجام بدم. یه بخش فارم هم داره، میشه گفت ترکیبی از نات کوین و هات کوینه که نات کوینش همون کلیک کردنشه و هات کوین هم که همین بخش فارمشه دیگه. هات کوین هم یه همچین حالتیاش، شما فارم میکنی، هر 2 ساعت یه بار باید بیاین اون تعداد CX پوینتی که براتون فارم شده بیاین کلیمش کنین تا به موجودی اصلیتون اضافه بشه. و بخش اسکوات هم داره که با دعوت دوستان میاد 10% از درآمدی که به دست آورده به حسابتون اضافه میکنه. حالا نکته‌ای که گفتم در مورد این ایردراپ وجود داره اینه که صرافیش احراز هویت میخواد و احراز هویتش هم اجباریه. پس خیلی بیش از حد روش وقت نذارین، چون ممکنه فقط امکان برداشت به صرافی داشته باشه و ما چون نمیتونیم احراز هویت کنیم نتونیم که برداشتش بزنیم. همون در حد معمولی توش فعالیت کنین اوکیه. همونطور که میبینین توی اپلیکیشنش ازمون میخواد که وریفای بکنیم و تا جایی که من میدونم با مدارک هویتی ایران ما نمیتونیم که احراز هویتمون رو تکمیل بکنیم. به خاطر همین خیلی بیش از حد فعالیت نکنین، همون روزی 1-2 بار سر بزنین کافیه. به خاطر اینکه خیلی در مورد برداشتش برای کاربرای ایرانی مطمئن نیستیم، ولی حالا امیدوارم که برداشت به کیف پولای دیگه هم داشته باشه، بتونیم که این تعداد CX پوینت هایی که ماین کردیم رو برداشت بزنیم. و منتظر ویدیو فردا باشین، قراره یه ایردراپ خفن دیگر رو بهتون معرفی کنم.